بعدی مرجع هستم. امروز میخوام یکی از قابلیت‌های جذاب ماژول کیوی، یکی از فریمورک های زبان برنامه‌نویسی پایتون برای طراحی رابط گرافیکی رو توضیح بدم. یکی از مهمترین قابلیت‌های کیوی اینه که کاملا کراس پلتفرمه، روی اندروید، iOS، ویندوز و لینوکس و همچنین حتی مک او اس هم اجرا میشه. من این ریپوزیتوری برای بازی که در جشنواره خوارزمی ارائه داده بودم درست کردم. پروژه جدول ضرب، نسخه اندرویدیش داخل گیت هاب موجوده، میتونین از طریق لینک بالا پیداش کنین. من از ابزار بیلدوزر برای ساخت برنامه‌های اندروید استفاده کردم. برای همین یک سری مشکلات ایجاد شد موقعی که داشتم برنامه رو درست میکردم و خیلی برام سخت بود. برای همین میخوام که این در واقع برنامه رو با بقیه هم به اشتراک بذارم تا بقیه مثل من انقدر سختی نکشن. برای همین در مارکت پلیس گیت هاب این اکشن رو فرستادم و با همه به اشتراک گذاشتم. در اینجا توضیحات انگلیسی کامل در مورد این برنامه داده شده. میتونین از طریق لینک بالا به سایت گیت هاب مراجعه کنین و در اکشن خودتون ازش استفاده کنین. در این فیلم میخوام راهنمایی استفاده از این اکشن رو یاد بدم. در ابتدا باید 3 تا فایل در ریپوزیتوری جدیدی که ساختین ایجاد بکنین. یه پوشه نقطه github/workflows رو ایجاد بکنین، داخلش build.yml باید بسازین. build.yml رو که ساختین، نمونه کدی که در اینجا هم قرار داده شده رو کافیه کپی بکنین. 2 تا ورودی داره برای راحتی بیشتر. 2 تا ورودیش یه دونه کامندشه و همچنین یه دونه پراجکت دایرکتوریه. پراجکت دایرکتوری همون در واقع پوشه‌ایه که شما پروژه‌تون رو گذاشتین. من ترجیحاً همون نقطه گذاشتم که یعنی پوشه فعلی یا همون ریشه برنامه. بیلدوز اندروید دیباگ یکی از کامندشه. اگه میخواین APK بگیرین بیلدوز اندروید دیباگ، اگه میخواین AAB برای گوگل پلی بگیرین بیلدوز اندروید ریلیز رو بزنین. در این بخش هم میتونین بیلدوزر دات اسپیس رو ببینین. یه فایل بیلدوزر دات اسپیس نمونه هم قرار دادم، میتونین همون رو کپی بکنین. اسم برنامه، تایتلش، نیمش، دامینش، سورس دایرکتوریش، فایلایی که میخواین باشه، پوشهایی که میخواین باشه و غیره رو میتونین تنظیم بکنین. آیکون ها، پری اسپلش ها و غیره. یکی از مهمترین چیزها اینه که این بخش قسمت ریکوایرمنتس رو حتما به درستی تنظیم بکنین. ماژول هایی که استفاده کردین مثل من که از پایتون بیدی برای فارسی و عربیک ریشیپر و اندروید و پلیر استفاده کردم، شما هم باید اینجا ذکر بکنین. ولی 2 تا ماژول اصلی داره، پایتون 3 و کیوی، که حتما باید باشن. در بخش بعدی main.py رو باید قرار بدین. main.py یک فایل نمونه کیویه. به عنوان مثال من اینجا برنامه ماشین حساب رو درست کردم. همین نمونه هم اینجا هم قرار دادم، میتونین ازش استفاده بکنین. بعد از اینکه این درست شد، در بخش اکشنز بیلد APK رو کلیک کنین و ران ورکفلو رو بزنین و دکمه ران رو بزنین. در صورتی که میبینین این قسمت ظاهر نمیشه، نشان دهنده اینه که توی تنظیمات پوشه یا فایل غلط املایی وجود داره یا بد تنظیم شده. این پروژه رو اجرا میکنه و میتونیم ببینیمش. هر ساخت بیلدوزر حدود 20 دقیقه طول میکشه حد اکثر. گاهی اوقات ممکنه تا 21-2 دقیقه هم طول بکشه. با من مثلا چند تا بیلد اولیه داشتم 17 دقیقه، 16 دقیقه، 15 دقیقه و غیره. اینجا وقتی که اینو انجام دادین، یه دونه
بخش اینجا هست به نام ریلیزز. اینجا براتون یک ریلیز ارسال میشه. با مثلا نسخه 0010 برای من یه برنامه اینجا ایجاد میشه که الان میریم براش و دانلودش کنیم و تستش کنیم. برنامه ماچ حساب رو نصب کردم. یک مثالی میزنم براتون. 32 به علاوه 6 مساوی با 38 3.0 به 69 میشه 452. برنامه جدول ضرب خودم هم هست. برنامه بسیار عالی هستش. من خودم این پروژه رو برای جشنواره خوارزمی ارائه داده بودم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. در ادامه میخوام در مورد ارورهای متداولی که در مورد اجرای برنامه هستش و همچنین مشکلات بیلدوزر صحبت بکنم. ممکنه موقع اجرای برنامه با ارورهای مختلفی بر بخوریم. برای همین باید لاگ دستگاه رو بگیریم تا ببینیم اون خطاها چیا هستن. برای اینکه این کارو بکنیم اولا باید ابزار پلتفرم تولز رو از سایت رسمی اندروید استودیو دانلود بکنیم. سپس باید این دستور رو بزنیم adb log-log.txt. وقتی که اتفاق افتاد می‌نویسه waiting for device. باید دستگاهتون رو وصل بکنین به کامپیوترتون و گزینه developer options رو در setting فعال بکنین و گزینه USB debugging رو فعال بکنین. وقتی به کامپیوتر متصل شد لاگش در یک txt ذخیره میشه. لاگ کل دستگاه هست. شما باید دنبال کلمات کلیدی مثل trace back یا پایتون بگردین تا بتونین ارورها رو پیدا بکنین. البته الان خالی لاگ txt من چون هنوز دستگاه بهش متصل نکردم. گزینه بعدی مشکل موقع نصبه که گوگل پلی پروتکت داره. وقتی که شما نصب میکنین گوگل پلی پروتکت به شما ایراد میگیره و میگه برنامه تستیه، کلید تستی داره. برای همین شما باید دستی خودتون برنامه رو ساین بکنین یا همون در واقع امضا بکنین که با ابزار کیتول و همچنین با ابزار جار ساینر که با اوپن جی دی که هستش نصبش خیلی راحت از سایت ها قابل دسترسی مثل سافت 98 و غیره. میتونین از برنامه‌های آماده مثل ابزار APK Editor Studio استفاده بکنین که خیلی راحت ساین میکنه. محیط رابط کاربری خیلی خوبی هم داره. مثلا من یک بیس 64 بلند رو میزنم. این همچین کدی خروجی میده اگه به بیس 64 البته کانورتش کنین، ولی در اصل یک P12 یک فایل P12 یا یک فایل JKS بهتون میده. در اینجا میخوام در مورد ارورهای مختلف کیوی و اینکه چطور اونا رو حل بکنیم توضیح بدم. ارور اول ارور پرمیشن ها. میتونید شما پرمیشن های مختلفی بگیرین ولی ممکنه بعضی از پرمیشن ها کلا پرمیشن ها از اندروید های بالا باید از پرمیشن گیری ران تایم استفاده کنیم و فقط با گذاشتن اسم پرمیشن توی بیلدوزر جواب نمیده. برای این کار باید این ماژول رو ایمپورت بکنیم. برای اینکه این ماژول کار بکنه باید حتی همون چیزی که دیدین اتفاقا در بیلدوزر داتا اسپیس باید حتما ماژول اندروید و پلیر رو فعال بکنیم. در اینجا اندروید و پلیر رو حتما باید بیاریم. ماژول اندروید فقط روی اندروید قابل فعال شده و اگر رو کامپیوتر اجراش بکنیم میگه ماژول not found. پرمیشن ها رو این شکلی میگیریم. به این شکل معمولا باید دف آن استارت بزنیم تا قبل از اینکه برنامه شروع بشه اون ریکوست رو انجام بده. ریکوست به این صورته. اون دستور ریکوست پرمیشن رو میزنیم و پرمیشن هایی که میخوایم رو میزنیم. راحت میتونیم توی اینترنت سرچ بکنیم و پرمیشن های
مختلف و معروف رو سرچ بکنید. حتما باید در این فرمت باشه. گزینه بعدی یک ارور خیلی معروفه که خودم هم بهش برخوردم. error when copying logo directory که اگه توی در واقع ADB ببینینش توی log.txt متوجه میشین که این ارور ممکنه رخ بده. تو بعضی از برنامه‌ها این ارور رخ نمیده، ولی گاهی اوقات حالا به خاطر مشکلات مختلف کیوی ارور اتفاق میفته. این قطعه کد رو میتونین استفاده بکنین. حالا این قطعه کد چیکار میکنه؟ ماژول اندروید استوریج رو میاره و اون پوشه‌ای که برنامه توش هست رو پیدا میکنه. وقتی پوشه‌ای که برنامه توش هست رو پیدا کرد، میره اون دات کیوی رو نگاه میکنه، چون معمولا توی پوشه‌ای که برنامه هست یه پوشه دات کیوی ایجاد میشه. یه متغیر کیوی هم خود کیوی در نظر گرفته واسه این موقعی که باگ داد، مثل همین الان که باگ میده، که ما بتونیم اون جایی که در واقع باید این آیکون ایجاد بشه آیکونای برنامه است، در واقع مشکل آیکوناشه، بتونیم اونجا آیکون ها رو به راحتی کپی کنیم و بهش مسیر بدیم. این ارور به خاطر اینه که اندروید وقتی بالاتر میرن پرمیشن دیراید و ارنا 13 میزنه متاسفانه. برای همین قطعه کد رو اگه بزنین قبل از اینکه برنامه‌تون هر نوع ایمپورتی از کیوی انجام بده، باید این کد حتما اجرا بشه اگه برنامه‌تون ارور میده. ارورهای دیگر رو میتونید خیلی راحت با استفاده از در واقع سرویس های معروف و همچنین تحقیق کردن به راحتی درست بکنید. گزینه بعدی اینه که شما برای اینکه بتونید به فایل هایی که دارین دسترسی پیدا کنین چند تا راه حل داریم. راه حل اول اینه که برین از اپ استوریج پف معروف استفاده بکنین. با این قطعه کد فایلی که میخواین رو بزنین و os.paf.join من یه پوشه حالا اپدیت ها کنارش ایجاد کردم. یه پوشه اپدیت ها ایجاد بکنین و مثلا اون فایلی که میخواین رو بزنین. به عنوان مثال این راحت پوشه اپتون رو پیدا میکنین، باعث میشه که اون پوشه هایی که هست رو بیاریم. برای اینکه ببینیم واقعا فایلی که خواستین توی بیلدوزر واقعا ثبت شده، توی APK تون ذخیره شده، بعد APK با وینرر به راحتی اکسترکتش کنین و ببینین اون فایل‌ها در پوشه اسیتس واقعا وجود داره یا نه. گزینه بعدی اینه که گاهی اوقات ممکنه این راه حالا مثلا جواب نده. یک راه جایگزین هم هست به نام ریسورس فایند. این قسمت میتونین با این دستور به راحتی چیزی که میخواین رو با دستور ریسورس فایند پیدا بکنین. این خودش میره جای برنامه رو پیدا میکنه، خیلی راحت پیدا میکنه که اون فایل دقیقا کجاست. این باعث میشه دیگه ما به باگ بر نخوریم. خیلی راحت با دستور ریسورس فایند اون اسم فایلی که میخواین رو بزنین و وارد بکنین. اگه نون داد نشون میده که پیدا نکرده برنامه رو، اون فایلی که میخواین رو. توضیحات همه در مارکت پلیس گیت هاب وجود دارن. میتونین از این بخش آخرین نسخه رو استفاده بکنین. میتونین سورس کد برنامه رو ببینیم و مثال هایی هم اینجا زده شده از نسخه کامل برنامه. این سورس کد اکشن هستش. یک تست هم اینجا نوشته شده و همچنین نمونه بازی جدول من کامل هستش اینجا و نسخه AAB و APKش هم دوتا در واقع جاب داره. 138 دقیقه رو انجام دادم. این هم میتونین ببینین. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه بودید. امیدوارم به هیچ اروری نخورین. خدا نگهدار.